به نام خدا سلام ویژه عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند علاقه‌مندان به فوتبال. با پخش دیدار تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و داماش گیلان با شما عزیزان همراه هستیم. بازی که در چارچوب هفته 13 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور جام آزادگان از لحظات پیش به قضاوت یعقوب آشوری آغاز شده. تیم‌های زرد و آبی پوش نفت و داماش گیلان ببینیم در این مسابقه در چارچوب هفته 13 چه اتفاقاتی در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس رقم خواهد خورد. من برم به سراغ اسامی بازیکنان دو تیم. ابتدا برای تیم داماش گیلان، آبی پوشان داماشی که از سمت راست به چپ توپ میزنن. حالا این موقعیت رو با هم ببینیم. ارسالی که انجام میشه، کنترل از رضا فرجی مدافع پالایش نفت و توپو دفع میکنه از محوطه جریمه خودی. توپ در اختیار بازیکنان پالایش عرفان گل محمدی در میانه های زمین. صاحب توپ عرفانی که محمد چهارمحالی رو میبینه. چهارمحالی امیرحسین فرهادی رو در تصویر میبینه و در سمت چپ میبینه و اونجا کار خودش رو دنبال میکنه. بازیکنان پالایش صاحب توپ هستن. موقعیتی که ایجاد شده، عرفان گل محمدی پشت محوطه جریمه و خطایی که شکل میگیره برای پالایش نفت بندرعباس چسبیده به محوطه جریمه. من سریعا اسامی بازیکنان دو تیم رو خدمتتون عرض کنم. برای داماش گیلان یوسف بهزادی درون دروازه قرار گرفته، کیخسرو سیاپور، سید علیرضا ابراهیمی، محمد امینی، هادی رفسنجانی، محمد شریفی، محمد مهدی مهدیخانی، حسین پور، رضا آذری، سامان مهرابی زاده و فردین نجفی. 11 بازیکن آبی پوش داماش گیلان در این مسابقه هستن به سرمربیگری رحمان جهانشاهلو، مربی که هدایت این تیم بعد از حمید درخشان 6 هفته‌ای هست که بر عهده گرفته و روی نیمکت تیم داماش گیلان حضور پیدا کرده. موقعیت پالایش نفت بندرعباس رو با هم ببینیم و اشاره داشته باشیم به اسامی تیم پالایش نفتی که به هر حال از سمت چپ به راست تصویر توپ میزنه. موقعیت خوبی فراهم شده. ببینید با این توپ به چه شکل بازیکنان پالایش استفاده خواهند کرد. رحیم آلبوغویش پشت توپ قرار گرفته. رحیم ضربه‌شو مستقیم میزنه به شکل خطرناک و با واکنش یوسف بهزادی توپو به کرنر میفرسته. حملات دقایق ابتدایی مسابقه برای پالایش سپری میشه. محمد چهارمحالی توپو رها میکنه تا علی پور محمد بیاد پشت توپ کرنر قرار بگیره. پور محمد ارسال انجام میده. موقعیت برای این بار محمد اهل شاخه، بهترین گلزن پالایش، و در نهایت توپ برای داماش به بیرون میره. رضا فرجی بود که روی توپ تأثیر گذاشت. من اسامی بازیکنان پالایش هم خدمت شما عزیزان عرض کنم. بینندگانی که به هر حال از شبکه استانی سیمای مرکز خلیج فارس ما را دوستنم حقشناس درون دروازه قرار گرفته. رضا فرجی، محمد اهل شاخه، امید سامکن، امیرحسین فرهادی، معین رنجبریان، محمد چهارمحالی، رحیم آلبوغویش، محمد قادری، علی پور محمد و عرفان گل محمدی. 11 بازیکن عبدالله ویسی در این دیدار هستند. بازی که از دقایق پیش آغاز شده و با حساسیت ویژه‌ای هم این دیدار دنبال میشه. امیدواریم که هم بازی جذابی باشه، هم گل داشته باشه که شما بینندگان عزیز لذت ببرید از تماشای فوتبال. محمد قادری و فردین نجفی توپو به بیرون میفرسته تا پرتا برای زردپوشان پالایش شکل بگیره. امید سامکن بازی رو به گردش در میاره. قطع ارتباط از محمد شریفی برای داماش گیلان. ارسال ناموفق شریفی و توپ از سمت مقابل باز هم برای پالایش به بیرون میره. پالایش هفته قبل در بازی خارج از خونه مقابل شهرداری نوشهر سنگین ترین باخت فصل خودش رو کسب کرد. بازی که 3-0 در انقلاب کرج برای شهرداری نوشهر به دست اومد و همچنین داماش گیلان هم با یک باخت سنگین پا به این مسابقه گذاشت.
گذاشته 4-1. تیم پیکان داماش گیلان رو در ازودی رشت شکست داد. خطایی که شک میگیره بر روی رضا فرجی. رضا آذری بود که این خطا رو انجام میده در شرایط آب و هوایی مطبوع و بسیار خوبه شهر بندرعباس در ورزشگاه خلیج فارس. این مسابقه تقدیم شما دوستداران فوتبال میشه. شاگردان عبدالله ویسی قبل از مسابقه با شهرداری نوشهر 5 هفته بود که نباخته بودن. از این سمت ارتباط قطع میشه برای داماشیا. توپ در اختیار محمد قادری. داور خطای فردین نجفی بر روی محمد قادری اعلام میکنه. اول هفته است و قطعا هوادارانی که قرار از این مسابقه استقبال داشته باشن رفته به ورزشگاه خلیج در شرایط آب و هوایی مطبوع و بسیار خوبه شهر بندرعباس در ورزشگاه خلیج فارس. این مسابقه خانگی پالایش نفت بندرعباس. محمد چهارمحالی در میانه های زمین. چهارمحالی پاس توی عمق چهارمحالی به یوسف بهزادی میرسه دروازه‌بان داماش گیلان. داوران این دیدارم یعقوب آشوری، غلامرضا محمدی، علیرضا شعرانی و ابوالفضل گرجی قضاوت این مسابقه رو بر عهده دارن. در خط دفاعی آبی پوشان داماش گیلان یکی از قدیمی ترین تیم های حاضر در رقابتی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور. کلی هم تغییر اسم داشته و همچنان داماش برای مردم گیلان ماندگاره. اسمی که به هر حال خیلی از شمالی های کشورمون این تیم رو دوست دارن، همانند پالایش نفتی که در جنوب ایران علاقه‌مندان زیادی داره، اما قدمت دو تیم قابل قیاس نیست. چهره عبدالله ویسی، سرمربی محبوب و شایسته پالایش نفت بندرعباس. توپ در اختیار بازیکنان پالایش قرار میگیره. امیرحسین فرهادی مجددا به ترکیب پالایش برگشته. یه پاس بسیار خوب از امیرحسین فرهادی. علی پور محمد صاحب توپه. علی پور محمد عبور میکنه. پور محمد توپو آورد توی ضربهشو زد اما توپش بلوکه شد و در نهایت فقط اونجا یه پرتاب بر نصیب تیم داماش گیلان میشه. یک بار دیگه با هم ببینیم. اینجا توپ مجددا برخورد کرد به رحیم آلبوقویش و راهی اوت شد. زردپوشان بندرعباسی رفته به ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میان تا از نزدیک بیننده این مسابقه باشن. بهزادی باید کارو برای داماش گیلان دنبال کنه. داماش با 14 امتیاز 12ام جدوله و تیم پالایش نفت بندرعباس با 16 امتیاز 10م. و ببینیم در این مسابقه دو تیم چه نتیجه‌ای رو کسب خواهند کرد. البته این نکته رو یادآور بشم که اول فصل حمید درخشان هدایت داماش رو بر عهده داشت و در نهایت بعد از کسب نتایج ضعیف از سمت خودش استعفا داد و رحمان جهانشاهلو دستیار درخشان شد سرمربی تیم داماش گیلان. البته از این سمت تیم پالایش در 2 جام حضور فعال داره، هم در جام حذفی و هم در لیگ. باید کار خودش رو دنبال کنه. بیسی که میتونیم امیدوار باشیم بهش. عبدالله ویسی تیم بسیار خوبی آماده کرده. ابتدای فصل نتایج لازم رو به دست نیاورد اما رفته تیمش شخصیت یه تیم
خوب و هجومی به خودش گرفته. مسلم حقشناس بعد از اینکه مهدی امینی در هفته گذشته 3 گل دریافت کرد، با نظر عبدالله ویسی در این مسابقه در ترکیب اصلی مجددا جای گرفته. علی پور محمد موقعیت خوبی فراهم شده برای بازیکنان پالایش نفت. بازیکن تبریزی پالایش توپ از دست میده، البته توپو گم کرد زیر خط دفاعی. کار دنبال میشه، فردین نجفی ارتباط قطع میشه. معین رنجبریان، معینم چند هفته نبود، از هفته گذشته به ترکیب پالایش برگشت. ضربه سری که محمد شریفی میزنه، همچنان توپ روی حواس و این بار رحیم آلباقویش و امیرحسین فرهادی و در نهایت توپی که در اختیار آبی پوشان داماش قرار میگیره. داور اعتقادی به خطا نداره تا کیخسرو سیاپور توپو در اختیار بگیره. بازیکنی که فصل گذشته در تیم شهر راز حضور داشت. در راست به مدافع میانی خودشون توپو میدن. سید علیرضا ابراهیمی سابقه بازی در پرسپولیس تهران رو در کارنامه داره. ضربه که زده میشه و در دستان مسلم حقشناس قرار میگیره. ضربه فردین نجفی اونقدر جوندار نبود که خطری ایجاد کنه بر روی دروازه پالایش نفت بندرعباس. سایر رقابت‌های لیگ 1 هم زودتر از این دیدار آغاز شده. فجر 2-0 شهرداری نوشهر رو شکست داده. شهرداری آستارا نفت مسجد سلیمان 1-1 دنبال میشه. نفت مسجد سلیمانی که هفته آینده باید پالایش در مسجد سلیمان به مصاف این تیم بره. سایپا و نفت و گاز گشتاران بدون گل. بعثت کرمانشاه با 1 گل نیروی زمینی رو شکست داده. مثل شهر بابک 1-0 پیش افتاده از میزبان خودش مثل سنگونه ورزقان. این توپو ببینیم به چه شکل بازیکنان داماش استفاده خواهند کرد. ضربه که زده میشه به شکل خطرناک از کنار دروازه پالایش به بیرون میره. فردین نجفی شوتش بسیار خوب بود اما توی چارچوب نبود و در نهایت از کنار دروازه مسلم حقشناس به بیرون رفت. پیکان آریو اسلام شهر بدون گل دنبال میشه. بازی صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی هم از ساعت 16:30 آغاز خواهد شد. ضربه بلند مسلم حقشناس. محمد چهارمحالی، علی پور محمد میاره به میانه های زمین. رحیم آلباقویچ پاس توی عمق. معین رنجبریان یه پا کم آورد تا ضربه‌شو به سمت دروازه داماش گیلان بزنه. موقعیت خوبی که به دست اومد، پاس خوب محمد چهارمحالی. این چهره کاپیتان بندری تیم پالایش نفت بندرعباس میتونست اولین گل فصل خودش رو به ثمر برسونه. معین رنجبریان پرتا برای پالایش شکل گرفته و توضیحات کاپیتان داماش گیلان سید علیرضا ابراهیمی با داور این دیدار و در نهایت کار برای نفتی ها پیگیری میشه. پالایش نفت مسجد سلیمان بره. حتما اون بازی هم میتونه سخت باشه، بازی که در مقابل نفتی هایی که این روزها نیاز به امتیاز. داماش گیلان هم با مثل کرمان باید هفته آینده بازی کنه. داماش گیلانی که فصل گذشته در جایگاه آورد که به دسته پایینتر سقوط نکرد، با 32 امتیاز در لیگ آزادگان ماندنی شد. محمد اهل شاخه
محمدی که بهترین گلزن پالایش به همراه عرفان گل محمدی با 2 گل زده. پرتاب از ظرفپوشان پالایش و یکی از بازیکنان داماش گیلان بر روی زمین افتاده و احساس ناراحتی میکنه. خوشبختانه میتونه بازی رو ادامه بده. رضا آذری نمایی از هواداران حاضر در ورزش 20000 نفری خلیج فارس بندرعباس رو شما میبینید. محمد اهل شاخه، پاس طولی محمد اهل شاخه به عرفان گل محمدی، امیرحسین فرهادی و یه پرتاب برای پالایش شکل میگیره. پالایش هم در فوتسال و هم در فوتبال هواداران پرتعدادی داره. واقعا بی‌نظیرن در جنوب کشور این هوادارانی که همیشه در حتی شرایط‌های سخت این تیم را همراهی میکنن. خودتون میبینید که در ابتدای هفته هستیم، بازی رأسی ساعت 15 شروع شده. با وجود همه این اتفاقات و داستان‌ها اما همکاران بارها و بارها تصاویر ورزشگاه خلیج فارس رو به نمایش میذارن تا شما عزیزان ببینید که چه هوادار پرشوری همراه تیم فوتبال پالایش نفت در این ورزشگاه است. هفده دقیقه از زمان مسابقه در نیمه اولین دیدار پشت سر گذاشتیم. بازی همچنان بدون گل برای 2 تیم دنبال میشه. امید سامکن، محمد اهل شاخه هفته گذشته نبود و در خط دفاعی واقعا کار برای پالایش مقابل شهرداری نوشهر سخت شده بود. حالا اشتباه پور محمد از موقعیتی که به دست اومده بود نتونست به خوبی استفاده کنه. بازیکن داماش اشتباه کرد اونجا و دستش رضا آذری و در نهایت پور محمد شوتشو میزنه و از بالای دروازه داماش به بیرون میره. باز هم تصویری از عبدالله ویسی رو مشاهده میکنید. بخشی از ورزشگاه زمین بازی همونجور که میبینید آفتابه و بخشی هم سایه است که یه خورده کار تصویربرداران ما رو هم سخت کرده تو این دقایق برای فیلم برداری این مسابقه. علی پور محمد همچنان توپو در اختیار داره، کنترل میکنه. رحیم آلباقویچ جناح بازی رو عوض میکنه. امیرحسین فرهادی پاسش خیلی خوب نبود و ارتباط قطع میشه توسط آبی پوشان شهرباران. داماش شهرباران لقبی که هواداران شمالی ایران به این تیم دادن. واقعا هم شهر بارانه. حالا با توجه به اینکه بارها و بارها بازی‌های داماش حالا قبلا به اسم پگاه گیلان در رقابت‌های لیگ برتر، خیلی از فوتبال دوستان فراموش نمی‌کنن که نمایش بسیار خوبی در شمال ایران داشت. همین تیمی که باز هم اسمش زنده نگه داشته شده، بارها منحل شده، دوباره امتیاز خریدن و داستان‌هایی که ادامه دار بوده برای داماش و خوشبختانه این تیم امسال می‌بینیم در رقابت‌های لیگ 1 امیدواریم حمایت بشه. تیم خصوصی فوتبال ایران که واقعا باید اسپانسرهایی که در شمال ایران حضور دارن از این تیم حمایت کنن. حالا خوشبختانه از این سمت پالایش نفت بندرعباس یه اسپانسر بسیار خوب و یک حامی بسیار خوب در فوتبال و فوتسال تیمداری میکنه که امیدواریم سرانجام خوبی داشته باشه با ایجاد زیرساخت‌های لازم. پرتاب برای پالایش شکل میگیره. امید سامکن پرتاب بسیار خوبی بود، روی توپ رحیم آلباقویچ تاثیر میذاره. ارتباط رو مدافعین داماش قطع میکنن. توپگیری از بازیکنان داماش. پاس محمد امینی زیاد جالب نبود. مجددا توپگیری از زردپوشان پالایش نفت بندرعباس. رحیم آلباقویچ،
علی پور محمد همچنان صاحب توپه و داور این بار اعتقادی به خطا نداره. سامان مهرابی زاده، پاس سامان به فردین نجفی و در نهایت تو برای توپ در اختیار محمد چهارمحالی است. امیرحسین فرهادی به عنوان مدافع چپ پالایش در این مسابقه حضور پیدا کرده. علی پور محمد و این بار هم داور اعتقادی به خطا نداره. چند بار سعی کرده که داور رو مجاب کنه خطای بازیکنان داماش رو بگیره، اما داور هوشیارانه کار رو دنبال میکنه و نظری به خطا نداره و کار دنبال میشه. این بار خطای بازیکنان پالایش گرفته میشه. تشویق هواداران حاضر در ورزشگاه خلیج فارس برای پالایش کار خودش رو دنبال میکنه. اهل شاخه به همین شکل در نفت آبادان، صنعت نفت آبادان توپ میزد. مدافع مستحکم و مدافع جسور تیم پالایش نفت بندرعباس، انصافاً یکی از خوبای پالایش بوده. محمد اهل شاخه، ارتباط توسط امید سامکن قطع میشه در میانه های زمین. رحیم آلباقویش پاس بسیار خوبی میده. نظر میرسه که عرفان گل محمدی نمیتونه این توپو در اختیار بگیره. پرتاب برای داماش گیلان. عرفان گل محمدی در کنار محمد اهل شاخه با 2 گل زده، بهترین گلزنان پالایش تا اینجای فصل بودن. هادی رفسنجانی پرتابی که انجام میده، رفسنجانی و در نهایت به زیر توپ میزنه سید علیرضا ابراهیمی. محمد قادری و توپ برای داماش به بیرون میره. نظر کمک داور اول این دیدار آقای محمدیه که باید پرتاب برای آبی پوشان داماش شکل بگیره. رفسنجانی این بار پرتاب بلندتری رو انجام میده. ابراهیمی، بهزادی زمینی کارو دنبال میکنه، توپی که به بازیکنان پالایش میرسه. هر اتفاقی در سایر دیدارها رقم بخوره حتما خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. رقابت هفته 13 آزادگان که زودتر از این مسابقه بعضی از بازی ها آغاز شده. سامان مهرابی زاده، توپ در اختیار بازیکنان داماش به سمت چپ میارن، جایی که رفسنجانی حضور داره. هادی رفسنجانی و این توپو هم از دست میدن. رضا فرجی بازم سمت چپ میبرن. 27 دقیقه از زمان مسابقه پشت سر گذاشتی، بازی بدون گل دنبال میشه. داور خطایی که اعلام میکنه این بار خطای رحیم آلباقویش رو داور مسابقه برای سعید حسین پور اعلام کرد. یعقوب آشوری داور بوشهری که خطای رحیم آلباقویش اعلام کرد و تا بازی متوقف بشه. امروز در لیگ برتر پرسپولیس با نساجی بازی میکنه، استقلال با فولاد خوزستان بازی خواهند کرد. ادامه
رقابت‌های لیگ برتر در هفته 11. محمد اهل شاخه با ضربه سر پاسی که به مسلم حقشناس میده. دروازه‌بان خوب تیم پالایش در جام حذفی، در رقابت‌های جام حذفی در تمام بازی‌ها حضور داشته. مسلم حقشناس با 3 کلین شیت عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته در این فصل برای پالایش نفت بندرعباس. البته 4 کلین شیت داشته که یکیش سهم مهدی امینی دیگر دروازه‌بان پالایش نفته. یوسف بهزادی کوتاه با خط دفاعی خودشون، سیاپور توپ در اختیار مهدی شریفی، علیرضا ابراهیمی، هادی رفسنجانی و ارتباط قطع میشه توسط محمد چهارمحالی. ابراهیمی با تجربه خوبش، بازیکنی که سابقه بازی در پرسپولیس تهران رو در کارنامه داره. امیرحسین فرهادی از پالایش نفت، نیمه دوم دیگه شرایط نور ورزشگاه هم خوب میشه به دلیلی که شاید دیگه کامل آفتاب بره و بتونیم راحت‌تر تصاویر رو تقدیم شما عزیزان کنیم. همونجور که در تصویر میبینید بخشی از زمین بازی سایه است و بخشی در آفتاب که گفتم هم کار کارگردان ما رو سخت میکنه، هم کار تصویربرداران عزیزمون که به هر حال زحمت پخش زنده این مسابقه رو بر عهده دارن. خطایی که شکل گرفت و داماشیا کار سپری کنن. 1/3 از زمان مسابقه در نیمه اول این دیدار پشت سر گذاشتیم. بازی کمجونی بوده، اونقدر هیجان نداشته تا این لحظه. امیدواریم در ادامه بازی جذابتری از هر دو تیم شاهدش باشیم. امیدواریم بسنده نکنن به یک امتیاز و هوادارا، علاقه‌مندان به فوتبال و حتی بینندگان خوبمون که به هر حال بیننده این مسابقه هستن دوست دارن فوتبال تماشایی رو از هر دو تیم به خصوص پالایش نفت شاهدش باشن. خطایی که روی امید سامکن انجام میشه توسط محمد امینی. بازم جنوبی های خونگرم، عاشقان فوتبال و دوستداران تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس رو در تصویر مشاهده میکنید. کار دنبال میشه برای آبی پوشان داماش گیلان. واسه بسیار خوب، موقعیت خوبی فراهم شده. سامان مهرابی زاده و داور خطای مهرابی زاده رو بر روی رضا فرجی اعلام میکنه. از این توپ مهرابی زاده نتونست استفاده کنه، در نهایت با یه تکله در واقع کوتاه اومد ارتباط رو قطع کنه، اما پای رضا فرجی رو مورد هدف قرار داد. امیرحسین فرهادی، علی پور محمد یه بازیکن رو جا میذاره به خوبی. بازیکن سرعتی و تکنیکی پالایش نفت جناح بازی رو عوض میکنه. معین رنجبریان رو از این سمت صاحب توپ میکنه. معین رنجبریان ارسالی که با برخورد به هادی رفسنجانی راهی کورنر میشه. مدافع راستی که خوب جلو میاد و در خط حمله هم یه پالایش توسط علی پور محمد باید انجام بشه. علی پور محمد ارسال انجام میده. موقعیت برای بازیکنان پالایش. معین رنجبریان روی توپ تأثیر میذاره. از اون سمت رحیم آلبوغوش و در نهایت توپی که برای داماش به بیرون میره. نظر داور این دیداره. پرتا باید کیخسرو سیاپور، این چهره
برای تیمش انجام بده. بازی بدون گل، امیدواریم که رفته تو این دقایق پایانی نیمه اول شاهد بازی جذابتری باشیم. محمد چهارمحالی، رحیم آلبوقوش، محمد قادری و خطایی که بر روی محمد قادری انجام میده رضا آذری، بازیکن هرمزگانی تیم فوتبال پالایش نفت که در تراکتور، گسترش فولاد، ملوان بندر انزلی سابقه بازی داره. اول به همراه تراکتور در جام باشگاه آسیا هم حضور داشته محمد قادری، شماره 11 تیم پالایش نفت. رضا فرجی باید امید سامکن عذرخواهی میکنه، بعد کارو دنبال کنه برای پالایش. پاس عرضی سامکن به فرجی و در نهایت محمد اهل شاخه. محمد قادری امید سامکن رو میبینه، مجددا توپو به هم پاس میدن. تو این صحنه قادری اومد از یک بازیکن عبور کنه اما موفق به این کار نمیشه. توپگیری از عرفان گل محمدی، میتونه عرفان ببینه محمد چهارمحالی. محمد قادری و با هوشمندی قادری اونجا یه خطا موفق میشه بگیره از رضا آذری. حالا یک بار دیگه موقعیت خوبی فراهم شده برای پالایش نفت. اینجا توپو از جلوی پای آذری پیش برد و در نهایت با خطای رضا آذری روبرو میشه. رضایی که سال قبل در شهرداری آستارا کار میکرد و امسال به دیگر تیم گیلانی داماش اومده. علی پور محمد کشته این توپ قرار گرفته. علی باید ارسال خودش رو انجام بده، ارسالی که انجام میشه موقعیت برای بازیکنان پالایش. باز هم در برگشت همچنان صاحب توپ هستن نفتی‌های بندرعباسی. موقعیت ضربه که زده میشه از محمد چهارمحالی، به یکی از بازیکنان برخورد میکنه، سرعت توپش گرفته میشه. تو به یوسف بهزادی میرسه. اینجا بود یکی از بازیکنان داماش روی توپ تأثیر گذاشت. بازی بدون گل برای دو تیم. سی و 35 دقیقه از زمان مسابقه در نیمه اول این دیدار پشت سر گذاشتیم. بازی سرد و کثیف کننده بوده تا اینجا. اگه بخوایم منطقی به فوتبال نگاه کنیم، در حال دوست داریم فوتبال جذابی از تیم‌های شمالی و جنوبی ایران ببینیم که واقعاً شمال و جنوب بازی‌های جذابی انجام میدن. البته بازیکنان این دو منطقه از کشورمون داشتیم. توپ در اختیار محمد چهارمحالی، به محمد اهل شاخه میرسه. چهارمحالی روی زمین میفته. فرج سپاسی گل سوم رو هم میزنه به شهرداری نوشهر. شهرداری نوشهری که هفته قبل همین پالایش رو 3-0 برده بود در شیراز، حالا 3-0 مقابل فجر نتیجه رو واگذار کرده. شهرداری آستارا نفت مسجد سلیمان 1-1 دنبال میشه به سطح، همچنان 1-0 از نیروی زمینی جلوه. بازی سایپا نفت و گاز بدون گل، مثل شهر بابک با همون یک گل در مقابل مثل سونگون پیش افتاده. پیکان آریو اسلام شهر بدون گل و بازی صنعت نفت و آبادان و پارس جنوبی هم از ساعت 16:30 آغاز خواهد شد. فجر با این فرمونی که داره پیش میره 29 امتیازی میشه و همچنان میتونه صدرنشین لیگ آزادگان باقی بمونه. عزم خودش رو جذب کرده برای صعود به رقابت‌های
لیگ برتر فوتبال ایران. هنوز زوده که در خصوص صعود صحبت کنیم، اما شخصیت یه تیم صعود کننده به خودش گرفته، فجر سپاسی شیراز. توپ در اختیار بازیکنان پالایش قرار داره. محمد چهارمحالی پاسش خوب نبود به محمد قادری و در نهایت توپ برای آبی پوشان داماش به بیرون رفت. هادی رفسنجانی، این بار محمد اهل شاخه به زیر توپ میزنه. توپ همچنان روی حواس و باز هم خطای بازیکنان پالایش. توپ در اختیار آبی پوشان داماشه، ارسالی که انجام میشه به سمت چپ میاد و توپگیری از داماشی ها باید ارتباط رو قطع کنن که این کار رو رحیم آلبوغویش توپ فردین نجفی رو دور میکنه. از اون ور سیاپوره که به زیر توپ میزنه برای داماش گیلان تا کار از کنار دروازه مسلم حقشناس دنبال بشه. تشویقای بی‌عبار هواداران پالایش نفت رو شاید به گوشتون برسه، شما بینندگان عزیزی که به هر حال بیننده این مسابقه هستید. در میانه های زمین سعید حسین پور صاحب توپه و خطایی که گرفته میشه. چند بازیکن پالایش اونجا احاطه‌اش کرده بودن، نهایت مجبور میشن خطا انجام بدن و باز هم بازی متوقف میشه. توقف‌های زیاد در این مسابقه در نیمه اول شاید کیفیت بازی رو گرفته. عبدالله ویسی این بار دستیار خودش رو پرام میخونه. لوینیان صحبت میکنه و مجددا لوینیان برمیگرده. میرزاییان، لوینیان مربیانی که دستیاران اول و دوم عبدالله ویسی هستن روی نیمکت پالایش نفت. سال هاست که با هم همکاری میکنن. توضیحات عبدالله ویسی به شاگردانش، توضیحات فنی که امیدواریم گره‌گشا باشه و بازی جذابی رو در ادامه این مسابقه از هر دو تیم شاهد باشیم. ارسالی که انجام میده ابراهیمی پیش کشیده بود و در نهایت آفسایدی که اعلام میشه. پرچم علیرضا شعرانی به علامت آفساید بالا رفته بود. کمک داور دوم این دیدار مسلم حقشناس. امید سامکن، ارسال سامکن، باز هم توپگیری از داماشیاف. فردین نجفی مجبور میشه که خطا انجام بده. نجفی بازیکنی که سال گذشته در تیم سایپای تهران بازی میکرد، سال قبلترش هم در تیم ومپارس بود. امید سامکن باید کارو برای پالایش دنبال کنه. رضا فرجی خود کارو سخت میکنه برای گرفتن این توپ. در نهایت موفق میشه که توپا کنترل کنه. رضا فرجی، سه مدافع تنومند و قد بلند پالایش، اهل شاخه، فرجی و سامکن در خط دفاعی این تیم حضور دارند. البته یه خط جلوتر فرهادی و رنجبریان گوشای چپ و راست پالایش رو تشکیل میدن.
معین رنجبریان و پرتاب برای پالایش نفت بندر عباسه. 43 دقیقه از نیمه اول این دیدار پشت سر گذاشتیم. 2 دقیقه باقی مونده تا انتهای این مسابقه در پایان نیمه اول. محمدی سابقه بازی در تیم‌های لیگ بازی کرده و حتی در نساجی مازندران هم توپ زده. عرفان گل محمدی بازیکنی که به هر حال فوتبال خودش رو از شهرداری بندر عباس آغاز کرده. امیرحسین فرهادی ارسال بسیار خوب، حالا موقعیت برای پالایش نفت. موقعیت خوبی بود که محمد قادری میتونست اونجا دروازه رو با ارسال امیرحسین فرهادی باز کنه. ضد حمله که شکل میگیره از این سمت کنترل از امید سامکن، کنترل ناموفقی که توپ جلوی بازیکنان داماش قرار میده. ضربه‌ای که زده میشه توسط فردین نجفی و مستقیم در دستان مسلم حقشناس قرار میگیره. یه خطا و دست به جیب میشه. اولین کارت زرد این دیدار به رضا آذری داده میشه. رضایی که بر روی علی پور محمد خطا انجام میده. چهل و 45 دقیقه از زمان این مسابقه پشت سر گذاشتیم. بعد منتظر وقت اضافه داور چهارم این دیدار باشیم. توپ در اختیار رضا فرجی، یه مدافع پیش کشیده، کنترل رو انجام میده و در نهایت علی ابراهیمی به زیر توپ میزنه. مدافع مرکزی تیم داماش گیلان. بازم موقعیت دارن. امیرحسین فرهادی به ارتباط این بار قطع میکنه. رضا آذری، علی پور محمد، علی پور محمد که شوت سنگینی میزنه. باز هم موقعیت محمد قادری، چه توپی رو به گل تبدیل نکردن. پاس محمد چهارمحالی به محمد قادری، ولی شوت انصافا علی پور محمد جوندار بود. یکی از بهترین موقعیت های این مسابقه میتونیم لحاظ کنیم در این نیمه. علی پور محمد ای کاش کل 45 دقیقه اینجوری پر هیجان دنبال میشد. اینقدر بازی سرد بود که با این شوت شاید یخ گزارش ما هم آب شد. انصافا شوت بسیار خوبی بود، هواداران هم لذت بردن و توپ در نهایت با ضربه محمد قادری از بالای دروازه به بیرون رفت. تنها 1 دقیقه وقت اضافه داور چهارم گرجی که اعلام کرد بعد 1 دقیقه دیگر کار به پایان برسه برای دو تیم در پایان نیمه اول. نیمه ای که میتونست کلی هیجان داشته باشه، کلی اتفاقات خوب شما بینندگان ببینید، اما فقط تنها همین ضربه علی پور محمد بود که جذابیت بخشید. امیدواریم در نیمه دوم بارها و بارها شاهد این موقعیت ها باشیم برای هر دو تیم تا شما بینندگان عزیز هم لذت ببرید. محمد اهل شاخه، کنترل از رحیم آلبقویش رو دنبال میکنه. رضا فرجی هم روی زمین افتاده و اینجا هم یعقوب آشوری سوت پایان نیمه اول این دیدار رو با تساوی بدون گل دو تیم به صدا در میاره. استراحت کوتاهی خواهیم کرد، انشالله به محض شروع نیمه دوم با شما عزیزان همراه خواهیم بود. خوبمون از تماشای یک دیدار جذاب فوتبال در رقابت لیگ آزادگان لذت ببرید. من یک بار دیگه به رسم گزارش اسامی بازیکنان دو تیم رو خدمت
عرض کنم برای پالایش نفت بندرعباس مسلم حقشناس، رضا فرجی، محمد اهل شاخه، امید سام، عرفان گل محمدی برای پالایش و رحمان جهان شاهلو. در این مسابقه یوسف بهزادی، کیخسرو سیاپور، سید علیرضا ابراهیمی، محمد امینی، هادی رفسنجانی، محمد شریفی، محمد مهدی مهدیخانی، سعید حسینپور، رضا آذری، سامان مهرابی زاده و فردین نجفی 11 بازیکن داماش گیلان برای نیمه دوم این دیدار هستن. پرتابی که برای آبی پوشان داماش شکل میگیره تا برای پرتاب خوب توسط سیاپور از این منطقه بر روی دروازه پالایش نفت بندرعباس انجام بشه. نتایج همزمانی که فجر گل چهارم رو به شهرداری نوشهر زده در دقیقه 85. پرتابی که باید کیخسرو سیاپور بر روی دروازه پالایش نفت بندرعباس انجام بده. پرتاب بلند، موقعیت برای داماش گیلان، عرفان گل محمدی از چند متر عقب‌تر باید یک بار دیگه این پرتاب انجام بشه. باز هم میره سیاپور تا پرتاب بلندتری رو بر روی دروازه پالایش انجام بده. دورخیز میکنه و منتظر یک پرتاب بلند هستی میکارم انجام میده. موقعیت برای آبی پوشان داماش گیلان و در نهایت توپو دفع میکنن. ضربه سری که مهدی امینی میزنه. بازم در دفاع رضا آذری، این چهره بازیکنی که سابقه پوشیدن پیراهن استقلال تهران رو در کارنامه داره. رضا فرجی، عرفان گل محمدی بلند میشه و ضربه سر رو این بار مهدی خانی میزنه. ارتباط قطع میشه توسط بازیکنان پالایش. محمد چهارمحالی به سمت راست میبره. معین رنجبریان، چهارمحالی کوتاه، واسه که داده میشه. همچنان توپ در اختیار بازیکن شماره 7 پالایش معین رنجبریان. ارسال بلند، موقعیت برای محمد قادری کوتاه قامت و در نهایت توپ در اختیار بهزادی دروازه‌بان داماش قرار میگیره. فردین نجفی و در نهایت خطایی که انجام میشه. محمد اهل شاخه سری بازی رو به گردش در میاره. نفت مسجد سلیمان گل سوم رو به شهرداری آستارا زده. سایپا 1-0 از نفت و گاز گشتاران جلو افتاده. بعثت همچنان 1-0 با در تقابل با نیرو زمینی پیش افتاده. مثل شهر بابک با 1 گل از مثل سونگون سبقت گرفته. پیکار آریو اسلام شهر بدون گل دنبال میشه. صنعت نفت آبادان هم از ساعت 15 دقیقه کمتر از 15 دقیقه دیگه آغاز خواهد شد. رحیم آلبقویش در میانه های زمین و خطایی که بر روی رحیم شکل میگیره. چقدر زود بازی رو به گردش در میاره. اونجا یه درگیری هم با آذری داره رحیم آلبقویش. یه کارت زرد آذری داره، باید مراقب باشه. داور اخراجش کنه. حالا توپ در اختیار شاگردان عبدالله ویسی است. همه نیمکت ویسی اومدن لب خط. بصیرت، میرزاییان، لوبینیان، زنگنه مربی دروازه‌بانا و اعتراض میکنن به رفتار رضا آذری. چهارمحالی و توپی که برای پالایش به بیرون میره. اینجا بود که خطایی که شک میده جای گرفت رحیم آلبقویش. معین رنجبریان، ارسال پور محمد، موقعیت محمد قادری
چه خوب اضافه شده بود محمد قادری، نزدیک بود با یک ضربه سر دروازه رو باز کنه. محمد قادری که رفته جذابیت میبخشه به نیمه دوم این دیدار. باز هم ارسالی که انجام میشه و از دروازه بیرون اومد یوسف بهزادی و توپو در اختیار میگیره. حالا ضد حمله برای داماش گیلان شکل گرفته. آبی پوشان داماشی که انصافا تا اینجا هم خوب بازی کردن. سعید حسین پور، رضا آذری و توپی که گرفته میشه، مهدی شریفی توپو رها میکنه و خطایی که شکل میده اونجا یک کارت زرد قطعا باید آقای کیخسرو سیاپور دریافت کنه از داور مسابقه. متوقف کرد اینجا عرفان گل محمدی. دومین کارت زرد زابی رو از هر دو تیم شاهدش باشیم. داور دیدار دست به جیب شده و سرمربی داماش رو با یک کارت زرد جریمه میکنه. رحمان جهانشاهلو کارت زرد از داور مسابقه میگیره. سرمربی که سابقه مربیگری در سایپای تهران هم در کارنامه داره. مقطعی هم تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران رو همراهی میکرد به عنوان مربی. علی پور محمد پشت توپ، پور محمد ارسالی که انجام میده و ارتباط قطع میشه توسط مدافعین داماش گیلان. توپ محمد چهارمحالی به بیرون میره تا پرتاب برای آبی پوشان شهر باران انجام بشه. هادی رفسنجانی به توپ تاثیر میذاره. سامان مهرابی زاده با دو گل زده در کنار فردین نجفی بهترین گلزنان داماش هستن. اشتباه از علی پور محمد. توپگیری باز هم از بازیکنان داماش. حالا باید منتظر ضد حمله باشیم. به سرعت سعید حسین پور توپو پیش میبره. حسین پور حالا موقعیت ضربه که زده میشه و درست جایی میره که مسلم حقشناس حضور داره. به خوبی توپو مسلم حقشناس جمع میکنه. از این وقت زردپوشان به دنبال ضد حمله هستن. محمد قادری پاس بسیار خوب. عرفان گل محمدی. عرفان گل محمدی شوت سنگین عرفان گل محمدی با واکنش یوسف بهزادی راهی کرنر میشه. دو موقعیت خوب از دو تیم تو این دقایق شاهدش بودیم. نیمه دوم متفاوتی شاهدش هستیم. حالا میتونیم بگیم که میشه روی این بازی در نیمه دوم حساب ویژه‌ای باز کرد و شما پای گیرنده های تلویزیونیتون بمونید و این مسابقه رو تماشا کنید. بوی گل برای هر دو تیم میاد در این دقایق. کرنری که شکل میگیره تا علی پور محمد بره و این ارسال رو بر روی دروازه داماش انجام بده. همه مدافعان بلند قد پالایش اومدن و ببینیم با این توپ به چه شکل استفاده میکنن. ضربه که یک لحظه محمد اهل شاقه روی توپ تأثیر گذاشت. محمد چهارمحالی حالا ضد حمله عزیزم برای آبی پوشان داماش. توپگیری از آبی پوشان داماش به سمت راست میارن. سیاپور یه بازیکن رو جا میذاره. ارسالی که انجام میشه و ارتباط رو رضا فرجی قطع میکنه. محمد اهل شاخ هم اضافه میشه و در نهایت توپو به سمت راست میبرن. معین رنجبریان. علی پور محمد صاحب توپ. پور محمد مجددا به عقب پاس میده. رنجبریان رحیم آلباقویش در خط دفاعی با محمد اهل شاخه کارو دنبال میکنن. توضیحات عبدالله ویسی برای اینکه تیمش جلو بکشه. به دنبال کسب 3 امتیاز کامل بازی خانگی در مقابل داماش گیلان هستن. فرهادی ارسال از فرهادی. عرفان گل محمدی
توپ از پاش جدا میشه عرفان گل محمدی و خطایی که میاد و انجام میده بر روی سعید حسین پور. داور بازی هم در تمام صحنه‌ها حضور داشته، داوری که سابقه قضاوت در لیگ برتر فوتبال ایران رو در کارنامه داره، یعقوب آشوری، داور بوشهری این دیدار و توضیحاتی که اینجا سعید حسین پور میده به داور مسابقه. پنجاه دقیقه از زمان مسابقه در نیمه دوم هم پشت سر گذاشتیم. همچنان دیدار بدون گلی رو پشت سر میزنیم. دو موقعیت خوب دو تیم در شروع نیمه دوم داشتن. حالا واسه بازیکنان داماش با دروازه‌بان خودشون بهزادی زیر توپ میزنه. محمد رحیم آلبوقویش بود که بالاتر از همه ضربه سر رو میذاره و آفساید بازیکنان پالایش اعلام میشه. هواداران امیر حسین فارسی جوان رو صدا میزنن که در ادامه با نظر عبدالله ویسی به زمین بیاد. جوان با استعداد فوتبال هرمزگان که انصافا خودش رو خوب نشون داده این هفته ها در ترکیب پالایش نفت بندرعباس. محمد چهارمحالی، توپگیری از بازیکنان داماش گیلان. حالا میشه شاهد ضد حمله داماش هم باشیم. از اون سمت مهرابی زاده به سمت چپ میبره، مثالی که شکل میگیره موقعیت و توپ در دستان باز هم مسلم حقشناس قرار میگیره. ضربه نجفی رو خوب کنترل میکنه. سیاهپور، مهدی خانی، پیشروی مهدی خانی بیفایده است و توپش به بیرون میره. عرفان گل محمدی توپ از دست میده. نجفی و خطایی که مجددا عرفان انجام میده. دو خطا پشت سر هم عرفان گل محمدی انجام میده. بعد مراقب باشه عرفان گل محمدی تو این دقایق. البته بازیکنان سه کارته پالایش در این مسابقه قادری، رنجبریار، آلبوقویش و محمد علیزاده که روی نیمکته هستن و باید احتیاط کنن بازی هفته آینده مقابل نفت بست سلیمان رو از دست ندن. پشت توپ رضا آذری قرار گرفته. برای داماش گیلان رها میکنه تا محمد امینی ضربه رو بزنه. مجددا توپو برمیگردونن. حسین پور و در نهایت مهرابی زاده ضربه رو میزنه. معین رنجبریان متوقف کنه. محمد قادری پاس بسیار خوبه. عرفان گل محمدی. حالا محمد قادری با چه سرعتی پیش میره. عرفان گل محمدی سرعت بازی رو میگیره، توپو به عقب میاره و در نهایت خطایی که رضا آذری انجام میده. آذری هم یک کارت زرد داره و باید خیلی مراقب باشه که کارت زرد دوم رو دریافت نکنه. محمد سجاد قلی بیگی تا دقایق دیگر قراره به داماش گیلان به زمین بیاد. بازیکنی که سال قبل هم عضو تیم داماش بود. بله، جان شالو رضا آذری رو که یک کارت زرد هم داشت و پشت سر هم خطا میکرد از زمین بازی بیرون میاره تا محمد سجاد قلی بیگی. تبریک در تیم داماشیان رشت. بازیکن شماره 77 رضا آذری از بازی خارج و بازیکن شماره 11 محمد سجاد قلی بیگی وارد زمین شد. اشتراکی که انجام میشه و به زیر توپ میزنن. محمد چهارمحالی، رحیم آلبوقویش، ارسال آلبوقویش. چهارمحالی مجددا توپو در اختیار میگیره.
رضا فرجی. امید رحیم آلبوقویش این بار ارسال بلندتری رو انجام میده. حالا موقعیت محمد اهل شاخه کنترل اومد انجام بده. تو فاصله گرفت از محمد اهل شاخه. علی پور محمد ارسال بلند، موقعیت برای معین رنجبریان و در هوا یوسف بهزادی توپو در اختیار میگیره. همچنان بازی بدون گل دنبال میشه. 59 دقیقه زمان مسابقه در نیمه دوم هم پشت سر گذاشتیم. امید فهمی هم تا دقایق دیگر به همراه امیرحسین فارسی قراره به زمین بیان. امید فهمی که سابقه بازی در پرسپولیس تهران و حتی در لیگ قهرمانان آسیا رو در کارنامه داره و در کنار فهمی امیرحسین فارسی با استعداد به زمین خواهد اومد. تو باز هم در اختیار بهزادی قرار میگیره. جای چه بازیکنانی عوض خواهند شد؟ یکیش که محمد قادری است. حالا چیزی که مشخص عرفان گل محمدی هم باید حتما زمین بازی رو ترک کنه. بله، عرفان گل محمدی زمین بازی رو ترک میکنه تا امید فهمی جای عرفان به زمین بیاد. محمد قادری هم زمین رو ترک میکنه تا امیرحسین فارسی از این لحظه برای پالایش به زمین میاد. با تعویضی که قطعا میتونه با سرعت بالایی که دارن کمک بدن به پالایش نه. پرتاب برای زرپوشان پالایش نه. رضا فرجی. مسلم حقشناس باید کار دنبال کنه که کوتاه با محمد اهل شاخه. رحیم آلبوقویش به سمت راست میبره. چهارمحالی و معین رنجبریان. محمد چهارمحالی ارسال کوتاه و در نهایت به زیر توپ میزنه محمد سجاد قلی بیگی. ضد حمله برای داماش گیلان. بعد مدافعین پالایش برگردن. کنترلی که باعث میشه مدافعین برگردن. موقعیت برای بازیکنان داماش. محمد اهل شاخه توپو دور میکنه از محوطه خودشون. بازی خوبی رو تو این دقایق از هر دو تیم شاهدش بودیم. بازم همونطور که گفتم نیمه دوم تصاویر ما بهتر شد نسبت به نیمه اول. با توجهی که بخشی از ورزشگاه آفتاب بود و بخشی سایه، حالا دیگه کامل سایه است. بریم رفتنهای ورزشگاه خلیج فارس هم روشن میشه تا تصاویر ما هم زیباتر بشه نسبت به نیمه اول این دیدار. ارسالی که شکل میگیره. مهدی خانی بلند میفرسته. ضربه سر از سامان مهرابی زاده و در نهایت تو به بیرون رفته بود. سری بازی رو به گردش در میاره مسلم حقشناس. بازی بسیار خوب است. امید فهمی با سرعت بالا. امیرحسین فارسی به دنبال توپه. فارسی که با اعتماد عبدالله ویسی رفته جایگاه ویژه هم در ترکیب پالایش و هم در قلب هواداران فوتبال پالایش پیدا کرده. امید سامکن با یه ضربه سر حقشناس رو میبینه. امیرحسین فرهادی. واسه خوب فرهادی به فهمی. کنترل بسیار خوب. جوونی که میتونه شایستگی‌های خودش اینجا زیاد نشونه. محمد چهارمحالی کنترل میکنه. میاره روی پای چپش. پاس چهارمحالی به امید فهمی نمیرسه. امید همچنان به دنبال توپه و خیلی خوب رضا فرجی کنترل میکنه. امیرحسین فرهادی. امیرحسین فارسی. داور خطای فارسی رو برای کیخسرو سیاپور اعلام میکنه. دو بازیکنی که
برای پالایش اومدن تا اینجا خوب بازی کردن. حالا یه تعویض دیگر برای داماشیا. سامان آفساید برای داماش. در آفساید حضور داشت عرفان قربانی. پس محمد سجاد قلیبیگی خوب بود. یه کارت زرد دیگر به یکی از اعضای کادر فنی داماش داور این مسابقه نشون میده. اعتراض کردن به این توپ و در واقع این صحنه که به هر حال قربانی در آفساید حضور داشت. معین رنجبریان از سمت راست ارسالی که شک میگیره و یه کورنر برای پالایش باید زده بشه. علی پور محمد میره از سمت راست این کورنر رو برای پالایش ارسال کنه. آفساید بود دیگه. حالا چجوری آفساید نبود؟ چند مترم جلوتر بود. مشخص و واضح بود در این صحنه که ما دیدیم و شما بینندگان تماشا کردید. علی پور محمد باید کورنر رو برای پالایش ارسال کنه. موقعیت خوبی است تا پالایش تو این دقایق به گل برسه. علی پور محمد بلند میفرسته. محمد اهل شاخه، امید سامکن کنترل میکنه. حالا تکرار میشه حمله‌ای که پالایش قراره دنبال کنه. اشتباه و توپو برمیگردونه آبی پوشان داماش گیلان. سعید حسین پور. حالا باید خیلی مراقب باشن. امیرحسین فرهادی توپ به بیرون نرفته. موقعیت در پالایش باز نشد. چه توپ بیرون در آورد. عجیب و غریب توپو بیرون کشید امید سامکن. چه موقعیتی رو از دست دادن داماشیا. واقعا چه افسوسی اونجا محمد سجاد قلیبیگی میخوره. خیلی خوب بود. اینجا کنترلی که شکل میگیره. نه، ضربه‌ای که در نهایت سعید حسین پور میزنه. واقعا موقعیت خوبی بود که حسین پور دروازه پالایش رو باز کنه. باز هم ارسالی که شکل میگیره. امید سامکن پالایش رو در بازی نگه میداره. بازی خوبی رو دنبال میکنیم تو این دقایق. مسلم حقشناس هم احساس ناراحتی میکنه. دروازه‌بان شیرازی تیم پالایش نفت، دروازه‌بان خوش اخلاق، مؤدب و البته یه فوتبالیست حرفه‌ای برای پالایش نفت. مسلم حقشناسی که انصافاً یه الگو میتونه باشه برای دروازه‌بانان فوتبال ایران که هر چقدر از خوبیاش بگیم کم گفتیم، اما هر حال درون دروازه پالایش نفت بندرعباس در این بازی به عنوان دروازه‌بان اول استفاده شده. پیش از این مهدی امینی بازی میکرد. قرار تا دقایق دیگر میلاد شبانلو هم برای پالایش به زمین بیاد. امینی، باقری، گودرزی، آنتیک، مرادی، علیزاده دیگر نفرات نیمکت پالایش نفت بندرعباس هستن که میتونن به هر حال دو تعویض دیگر پالایش باشن. اگه این تعویض شکل بگیره سومین تعویض بازم ویسی با میرزایان دیگر کمک خودش صحبت میکنه و تعویضی که دست نگه داشته میشه. امیرحسین فرهادی اشتباه کرد و نزدیک بود تنبیه بشه پالایش در این مسابقه. فرهادی به دنبال توپه. بازخواهی میکنم امید فهمی. واسه فرهادی به فهمی در سمت چپ. محمد چهارمحالی، امید فهمی
و توپگیری از رحیم آلبوقویچ. پاس 4 محالی برای بار دوم خوب نبود. علی پور محمد، کنترل از محمد سجاد قلیبیگی، کامل در آفساید بود این بار. چقدر در تله آفساید مدافعین پالایش گیر میافتند مهاجمین تیم داماش گیلان. 70 دقیقه پشت سر گذاشتیم. 20 دقیقه پایانی این مسابقه. محسن گودرزی از این لحظه جای امیرحسین فرهادی به زمین میاد و علی پور محمد هم جای خودش رو به میلاد شبانلو میده. تعویضای عبدالله ویسی. یه تعویض دیگه ویسی باید انجام بده. محمد 4 محالی، امیرحسین فارسی چقدر خوب کارو جلو میبره. امیرحسین فارسی همچنان صاحب توپ پاسش رو به معین رنجبریان میرسونه. رحیم آلبوقویچ ارسالی که انجام میده. رحیم و معین رنجبریان. معین کنترل بسیار خوب. ارسال معین رنجبریان. توپ به بیرون رفته. از کنار دروازه کار دنبال بشه. عذرخواهی میکنم از شما عزیزان. 79 دقیقه از زمان مسابقه پشت سر گذاشتیم. به اشتباه 70 دقیقه عنوان کرده بودم که اصلاح میکنم و 10 دقیقه پایانی این دیدار باید شما بینندگان شاهدش باشیم. بازی که بدون گل دنبال میشه. امیرحسین فارسی واسه میلاد شبانلو به دنبال توپه و توپ از خط طولی زمین به بیرون رفته. امتیازات تا این لحظه تقسیم شده برای دو تیم. خطایی که نجفی، فردین نجفی شکل میده. سری بازی رو به گردش در میارن اما اشتباه تو به بازیکنان پالایش به بیرون میره. پرتا برای داماشیا. رضا فرجی، محسن گودرزی، امید سامکن به زیر توپ میزنه. توپگیری از عرفان قربانی. حالا محمد 4 محالی چقدر خوب توپشو میگیره. 4 محالی کجا به کی مشخص نبود و 4 محالی هم توپ از دست میده. همونجور که خوب توپو دریافت کرده بود به راحتی توپ از دست میده. حالا باز هم توپگیری از بازیکنان پالایش. امید فهمی چقدر خوب جلو میره. امید فهمی صاحب توپه. امید فهمی و میرفت که اونجا خطری ایجاد کنه بر روی دروازه داماش گیلان. یکی از بازیکنان داماش روی زمینه داور کارو دنبال میکنه. خطایی رو نمیدونه و اینجاست که خیلی راحت توپ از دست میدن. حالا موقعیت برای بازیکنان پالایش. امید فهمی چقدر راحت این توپ از دست میده. میتونست دروازه داماش رو باز کنه. بازیکن سابق پرسپولیس. یک بار دیگه با هم میبینیم اگه دقت کرده بود میشد دروازه داماش رو باز کرد. ضربه امید فهمی و در نهایت عرض دروازه رو طی میکنه و به بیرون میره. توپگیری از بازیکنان پالایش. باز هم میلاد شبانلو از این سمت میتونه محسن گودرزی رو ببینید. خیلی راحت تو این دقایق از دست میدن. محمد اهل شاخه مطمئن توپو در اختیار مسلم حقشناس قرار میده.
وقتی محمد اهل شاخه در کنار دو دفاع میانی پالایش، دو دفاعی که فرجی و سامکن هستن حضور داره، خط دفاع پالایش مستحکم میشه. در آمار و عملکردها تیم عبدالله ویسی در 5 تقابلی که با داماش داشته نتونسته ببره داماش رو. ببینیم ششمین تقابل ویسی با داماش به چه شکل خواهد بود. توگیری از فرجی، رضا فرجی، محسن گودرزی، پاس بسیار خوب، کنترل از امید فهمی. امید میتونه به سمت راست ببره، بله این کار انجام میده. محمد چهارمحالی ارسالی که شکل میگیره. امیرحسین فارسی هم اضافه شده بود و باز هم شاید خطا هستیم از میلاد شبانلو. بازی توی این دقایق از سرعت بالای برخوردار اینجا بود، یه قدم کم آورد و از دروازه خوب بیرون اومده بود یوسف بهزادی. 0-0 امتیازات تقسیم میشه برای دو تیم تا اینجا که 84 دقیقه از مسابقه پشت سر گذاشتیم. تشکر ویژه از همه همکاران عزیزم در واحد سیار مستقر در ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس داشته باشم که انصافاً برای پوشش این مسابقه از ساعتها در این ورزشگاه حضور پیدا کرده. عوامل فنی، پشتیبانی، عوامل اجرایی و همه عزیزانی که به هر حال کمک دادن، تصویربرداران، دستیاران، تهیه کننده برنامه و عوامل سیمای مرکز خلیج فارس که قطعا خیلی از عوامل ما درگیر پخش زنده یک مسابقه خواهند شد تا بتونن این مسابقه رو به خوبی تقدیم شما عزیزان کنن. محمد چهارمحالی، پاس بسیار خوب، حالا از سمت راست چهارمحالی پاس بیرون داد که چهارمحالی کسی نبود استفاده کنه و فردین نجفی خودشو روی زمین میکوبه. توقع داشت داور خطای رضا فرجی رو اعلام کنه. فرجی محسن گودرزی رو میبینه، ارسال گودرزی با پای غیر تخصصی خودش. امید سامکن ضربه رو میزنه. دقت لازم در زدن این ضربه نداشت امید سامکن. بازی که خیلی سخت شد برای پالایش نفت. پرسپولیس هم یه گل دریافت کرده مقابل نساجی. 30 دقیقه از این مسابقه هم پشت سر میذاریم. رقابت لیگ برتر که دو دیدار هفته 11 استقلال پرسپولیس امروز دنبال میشه. محمد اهل شاخه، امیرحسین فارسی به دنبال توپه و در نهایت توپ برای آبی پوشانه داماش ببینه. رحیم آلبقویش بعد زمین بازی رو ترک کنه تا محمد علیزاده از این لحظه آخرین تعویض پالایش به زمین بیاد. هرچی موره هجومی داشته عبدالله ویسی به زمین آورده تا بتونست امتیاز این مسابقه رو دریافت کنه. محمد اهل شاخه، محسن گودرزی، احسان الوانزاده هم از بالا از سکوها این مسابقه رو تماشا میکنه. احسانی که هر حال تیم پرسپولیس سابقه بازی داشته، حالا موقعیت برای فردین نجفی، بازیکنان داماش و اصلا داور اعتقادی به خطا نداره، و فقط یک کورنر. داور مسابقه معتقد بود که یه تعارضی شکل گرفته اینجا بود. فردین
نجفی بله دیگه خیلی دیگه صحنه آهستش رو زیاد کرد و داور هم با یه کارت زرد جریمه میکنه. فردین نجفی مسلم حقشناس هم میره دستشو میگیره بلندش میکنه. انصافا اینجا توی این صحنه‌ای که با هم یک بار دیگه ببینیم نه اصلا دستشو جمع کرده بود. انصافا بینندگانی هم که حتی هواداران داماش هم بخوان جای منو گزارش کنن قطعا نمیگن این صحنه پنالتی بوده. خورده شاید صحنه اول کادر فنی داماش احساس میکردن که قطعه پنالتی شکل گرفت، اما داور به خوبی کارو دنبال میکنه. کار دنبال میشه برای پالایش. ارسال محمد اهل شاخه اینجا هم خطا نبود و داور نظری به خطا نداره و توپ در اختیار یوسف بهزادی قرار میگیره. امتیازات تا این لحظه تقسیم شده 88 دقیقه. بعد منتظر باشیم که داور چهارم چند دقیقه وقت اضافه این مسابقه رو اعلام میکنه. حالا از سمت راست محمد سجاد قلیبیگی ارسالی که شکل میگیره. کنترل از محمد چهارمحال، محمد علیزاده، میلاد شبانلو. میلاد دوباره خودش صاحب توپ میشه. توپگیری از رضا فرجی و خطایی که شکل میگیره بر روی رضا فرجی و اونجا درگیر میشن محمد اهل شاخه و سعید حسینپور. امید سامکن و یک کارت زرد. محمد اهل شاخه دریافت میکنه و درگیری ها بیشتر میشه. داور خیلی خوب مدیریت میکنه اونجا، بازی رو متوقف کرد. یک کارت زرد به محمد اهل شاخه نشون میده. اینجا بود تکل کیخسرو سیاپور برای رضا فرجی. از اینجا درگیری ها شروع شد که آقا سعید حسینپور به زیر توپ میزنه و در نهایت محمد اهل شاخه یه درگیری فیزیکی رو شروع میکنه و در نهایت ختم به خیر میشه و کار دنبال میشه. محسن گودرزی بلند میفرسته. حال موقعیت برای بازیکنان پالایش. امید فهمی هم روی توپ تأثیر گذاشت و به زیر توپ زد مدافع داماش گیلان. کورنری که شک گرفته برای پالایش نفت. میلاد شبانلو کورنر رو ارسال میکنه. موقعیت برای پالایش و مدافعین داماش توپو برمیگردن. 5 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم لحاظ شده. نیمه دومی که نسبت به نیمه اول بهتر بود. موقعیت‌های دو تیم زیاد بود اما نتونستن دروازه یکدیگر رو باز کنن. امید سامکن پرتاب بلندی رو شکل میده. حالا موقعیت برای بازیکنان پالایش. توپ همچنان روی حواس. موقعیت محمد اهل شاخه. چه توپی رو از دست میده محمد اهل شاخه. میتونست سومین گل فصل خودش رو برای پالایش به ثمر برسونه. موقعیت خوبی که اینجا بود. جفت جورم شده بود روی پاش و در نهایت با اختلاف اندک توپ از کنار دروازه داماش به بیرون میره. بازی بدون گل برای این چهره. عبدالله ویسی که اصلا راضی نیست از این نتیجه، قطعا هم نباید راضی باشه. مساوی مقابل نیروی زمینی تو این دقایق پایانی 2 هفته پیش. نوار بردهای عبدالله ویسی رو قطع کرد. خیلی بد بود اون تساوی. بعدش
با شهرداری نوشهر 3-0 باخت که انتظار نداشت نتیجه به دست بیاره. اینجا هم بدون گل کار شاگردان ویسی دنبال میشه. حالا توپگیری از چهارمحالی و امید فهمی، پاس خوب امید فهمی با سرعت بالا معین رنجبریان، کنترل بسیار خوب. حالا توپ از دست میدن محمد چهارمحالی. همچنان موقعیت دارن بازیکنان پالایش، کنترل میکنه معین رنجبریان. امید فهمی میتونه ارسال انجام بده. میلاد شبانلو، میلاد موقعیت داره، میلاد شبانلو میبره، میلاد شبانلو شوتی میزنه میلاد شبانلو. افسوس هواداران پالایش رو میبینی. عبدالله ویسی هم وارد زمین شده دیگه. اینجا بود که شوت سنگین میلاد شبانلو مشخص نبود، شوت بود، ارسال بود، اما اختلاف زیادی داشت با دروازه. این چهره‌ای که میتونست تو این دقایق ناجی پالایش باشه و 3 امتیاز برای زرتپوشان بندری باشه. حالا یکی از بازیکنان داماش روی زمین افتاده. فردین نجفی باید زمین بازی رو ترک کنه تا فرشاد هاشمی تو این دقایق وارد زمین بشه. وقته اضافه نیمه دوم رو پشت سر میذاریم. 2 تعویض خواهد داشت. تعویض شکل میگیره برای داماش گیلان و فرشاد هاشمی. از این لحظه برای دو تعویض در تیم داماشیان رشت. بازیکن شماره 7 فردین نجفی و بازیکن شماره 26 سعید حسینپور از بازی خارج و به جای ایشان بازیکن شماره 55 و 88 آرمان لطفخدا و فرشاد سعید حسینپور هم زمین بازی رو ترک کرده تا آرمان لطفخدا از این لحظه 2 تعویض باشن که برای داماش به زمین بیان. دقایق پایانی تقسیم امتیازات برای 2 تیم. صنعت نفت آبادان 1 گل به پارس جنوبی جم زده تو این دقایق نیمه اول. معین رنجبریان حالا با سرعت بالای خودش توپو پیش میبره. رنجبریان امید فهمی رو میبینه. واسه معین رنجبریان پاس امید فهمی بود، ارتباط مجددا امید قطع میکنه. محمد چهارمحالی توپگیری از بازیکنان داماش. اهل شاخه چقدر خوب اضافه میشه. حالا موقعیت امیر حسین فارسی جوان ضربه رو میزنه. اگه تجربه داشت میتونست توپو کنترل کنه، بیاره روی زمین و حتی جلوتر هم بره امیر حسین فارسی. از این موقعیتی که به وجود اومد نتونست به خوبی استفاده کنه. موقعیت های پالایش یکی پس از دیگری از دست میره برای این تیم. کم کم هواداران ورزشگاه رو ترک میکنن. ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس، بازی که در نهایت با تقسیم امتیازات همراه بوده تا این لحظه. مسلم حقشناس، محمد اهل شاخه، ارسال محمد اهل شاخه به خط جلو. رضا فرجی هم پیش کشیده. محسن گودرزی، امیر حسین فارسی، کنترل امیر حسین، توپگیری از بازیکنان داماش. محمد اهل شاخه و باز هم اشتباه از بازیکنان پالایش و خطایی که اونجا امید فهمی بر روی فرشاد هاشمی انجام میده. بازی بدون گل و اینجا هم سوت پایان این مسابقه توسط یعقوب آشوری به صدا در میاد. داور بوشیری این مسابقه. امتیازات بین پالایش نفت بندرعباس و داماش گیلان تقسیم میشه. امتیازاتی که به هر حال میتونست یه تیم
برد داشته باشه، اما در نهایت امتیازات رو تقسیم کردم. ممنون از شما بینندگان عزیز که ما را همراهی کردید. ان شاءالله بتونیم هفته‌های آینده باز هم با شما عزیزان همراه باشیم. آرزوی بهترین ها برای شما. تا سلام دیگر، خدا نگهدارتون.